سلام دوستان، به کانال نکاتاب خوش آمدید. آدمانی که پیش از ما در این دنیا زندگی میکردند بعضا کارهای عجیبی میکردند که اگر ما داستان آن را فهمیم در حیرت میمانیم. مثلا آیا میدانستید که در زمان قدیم آدمان کودکهای خود را با واسطه پشت به هر طرف میفرستادند؟ یعنی ادرس مورد نظرشان را با پشت داده فرزندشان را به آنها میسپاریدند و پشت کودک را به جای نشانه برده میرسانید. در این ویدیو یک جای تماشا میکنیم کارهای عجیبی را که در زمان گذشته قانون شکنی به حساب نمیرفت. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. سلام علیکم دوستان عزیز. پیش از اون که ما برنامه امروز رو سر کنیم من میخوام با شما یک اعلان کنم. خیلی که میدونید ما در گذشته داروهای گیاهی را از برادران خود به شما توصیه میدادیم و امروز باشد یک کمپین که از شما در روی اکران دیدین نمرش قطعی میمونم. داروشون نسام دل گیاهیه و میتونید یگان دارویی که در کارش با مانند داروی خراب کنک، فربه کنک، داروی بقوت کردن، داروی برای خنکی را برآوردن و بعضی دیگر داروهای شفا بخش گیاهی رو میتونید به همین نمرهایی که در روی اکران دیدین زنگ زنید دسترس کنید. از نام کانال نکاتاب حتما سلام رسانید. ما یک چند دارو از این شرکتی که با شما توصیه می‌کنیم خریداری کردیم، استفاده بردیم و با دل پول به شما هم توصیه دادن میتوانیم. برنامه رو سر می‌کنیم رفتیم. کوکاکولا و کاکائین. شاید باور نکنید اما در زمانهای پیش در درون نوشاکی کوکاکولا کاکائین میانداختند. و همین خاطر مردم بعد نوشیدن کوکاکولا سرخوش می شدند و خیلی این نوشاکی را دوست می داشتند. در زمانهای پیش هم شرکت کوکاکولا یکی از معروفترین شرکت‌های استحصال نوشاکی بود و به همین خاطر این نوشاکی‌های ضرررسان را که سبب اصلی فربهی و زیادشوی وزن بدن هست را استحصال می‌کرد. میگویند که وقتی آنها کوکاکولا را تولید می‌کردند در درون آن 250 میلی گرم کاکائین و مقداری زیادی هم کافئین وجود داشت. اما خوشبختانه سالهای 1940 استفاده کاکائین منع شد. بر اساس خبرها مردم بعد نوشیدن این نوشاکی بیمار می شدند و 13 نفر به خاطر پیردازیروفکای کاکائین جان خود را از دست دادند. عین حال در تولید این نوشاکی خیلی تغییرات به وجود آمده است و در ترکیبش کاکائین موجود نیست. اما هنوز هم مقدار زیادی کافئین در ترکیبش موجود است. از کجا معلوم؟ دنیا جای عجیبی شده است و شاید در آینده دوباره انداختن کاکائین به درون کوکاکولا اجازه داده شود. فرستادن کودکان با پشته. حالا یک موضوع عجیب و باور نکردنی دیگر را میشنویم. وقتی شرکت کلانی پشته سوئیس به کار درآمد و بارهای مردم را به سر تا سر جهان میفرستاد، مردم چیزهای عجیبی را فرستادند. یکی از عجیبترین این بارها کودک بود. آن زمانها پشته سوئیس روز تا روز شهرتش افزایش می‌یافت. به همین خاطر کارگران این شرکت هر چیزی را که برای آنها می‌آوردند قبول می‌کردند و آنها را به هر جایی که می‌فرستادند برده می‌رساندند. مثلا در یکی از گزارش‌هایشان آمده بود که یک پسرک 8 ماهه را پدر و مادرش آوردند تا با واسطه پشته به دست بیبیش فرستند. وزن این کودک 5 کیلوگرم بود و باری سبک به حساب می‌آمد. به همین خاطر رساندن آن را قبول کردند و به دست پشتلیان سپاریدند تا او را برده به دست بیبیش دهد. عجیب‌ترش این است که نرخ این پشته فقط 15 سنت بود. اینچنین پدر و مادر کودک برای سقورته کردن کودکشان 50 سنت دیگر پرداخت کرده بودند. اگر در زمان ما به کار کرده آنها فکر کنیم در حقیقت غیرعادی به نظر میرسد. باغ وحشی انسان‌ها. موضوع اینکه در زمان گذشته انسان‌ها هم نوعان خود را در زوپارک یا باغ وحش قرار می‌دادند خیلی آدم را ناراحت می‌کنند. اما این یک حقیقت تلخ است و از سال 1870 تا سالهای 1940 این کار دوام داشته است. در آن زمان باغ وحش انسانی پاریس شهرت زیادی داشت. در آنجا نژادهای گوناگونی آدمان را به نمایش می‌گذاشتند. مقصد آنها از این نمایش‌ها این بود که به مردم نشان دهند که ملیت‌های گوناگون رنگ پوست، رنگ مو و نژادهای گوناگون دارند. در بعضی از این نمایشگاه‌ها 100 انسان‌های گوناگون را در کنار هم قرار داده به نمایش می‌گذاشتند و مردم هم جمع شده آنها را تماشا می‌کردند. شما فکر کنید که مردم پول داده بلیط می‌خریدند و در آنجا جمع می‌شدند تا انسان‌های گوناگون را تماشا کنند. بعضی از این آدمان در برابر به نمایش گذاشتن خود مزد مهنت می‌گرفتند، اما بعضی دیگرشان بختشان بلند نبود و آنها مجبور بودند که با همدیگر نبرد کرده هوش مردم را به خود جلب کنند و این نبردها همیشه با مرگ یکی از آن آدمان به انجام می‌رسید. چنانه که می‌دانیم عین حال آدمان با هم برابر حسابیده می‌شوند و نباید به خاطر رنگ پوست و یا نژادهای گوناگون داشتنشان بین آنها تفاوت قائل شویم. با توجه به این مسئله می‌فهمیم که زمان گذشته چقدر زمانی وحشتناکی بوده است.
تبلیغ تماکو. در زمان حاضر درباره استفاده نکردن کودکان و نوجوانان از تماکو زیاد صحبت می شود و اینچنین در شبکه‌های خبری درباره ضررهایی که تماکو برای بدن انسان دارد خبرهای زیاد نشر می گردد. اما زمانی گذشته خیلی فرق می کرد. در زمانی گذشته برعکس تبلیغاتی زیاد می کردند تا مردم از تماکو استفاده برند. اینچنین در تبلیغات قید می کردند که تماکو برای بدن فایده های زیادی دارد. حتی در بعضی تبلیغات رسم‌های کشیده می‌شد که مادر فرزندش را در آغوش گرفته است و تماکو کشیده ایستاده است. اگر چنین تبلیغات در زمان ما پهن کرده شود، حتما مردم از خانه‌هایشان برآمدن میتینگ می‌بردارند. اساساً در زمانی گذشته تماکو کشیدن کاری بدی به حساب نمی‌رفت، اما خوشبختانه در زمان ما این کاری ضرررسان منع شده است. اما عین حال هم بعضی از شرکت‌ها برای زنان باردار و نوجوان‌ها نمادهای گوناگون تماکو را استحصال کرده ایستاده‌اند که این خیلی تأسف‌آور است. بازیچه رادیواکتیوی. گلمنتیون 238 یک سمکه خردککی آزمایشگاهی بود که برای کودکان و کسانی که به آزمایشگاه میل و رغبتی به اندازه داشتند ساخته شده بود. با واسطه این سمکه کودکان می توانستند درباره علم انرژی اتمی درس آموزند. این سمکه یک بازیچه به حساب می رفت و در دوره‌ای که بمب اتمی را ساخته بودند خیلی مشهور بود. امروز ما با فکر کردن درباره بمب اتمی و حادثه‌هایی که به واسطه آن روی داده است وحشت زده می شویم. اما در سالهای 1950 در امریکا و دیگر کشورها چنین خبرها نبود. آن زمان مردم مویهایشان را به مثل بمب اتمی آرایش می‌دادند و تارت‌های به شکل بمب اتمی می‌پختند. سمکه گیلمنت هم در سالهای 1951 تا 1952 معروف گردید و در درونش ماده‌های شیمیایی رادیواکتیوی موجود بود. کودکان می‌توانستند ماده‌های شیمیایی خطرناک را از نزدیک ببینند و با واسطه آن بازی کنند. البته باید به این موضوع توجه کنیم که در آن زمان دانشمندان نمی‌دانستند که این ماده‌ها رادیواکتیوی و خیلی خطرناک هستند. وگرنه این بازیچه خطرناک هیچ وقت اجازه استحصالش را دریافت نمی‌کرد. گرایین شرکتی بایر. شاید باور نکنید اما شرکت داروسازی بایر که یکی از کلانترین شرکت‌های داروسازی دنیا به حساب می‌رود، یک زمانها گرائین را استحصال کرده به مردم می‌فروخته است. اساساً گرائین را در آن زمان برای رهایی از دردهای بدن، درد سر و درد تمام موشک‌ها استفاده می‌کردند. یکی از خصوصیت‌های گرائین خواب‌آلود کنندگی آن بود و بیشتر مادران برای خواب کناندن کودکانشان از داروهایی که در ترکیبشان گرائین موجود بود استفاده می‌کردند. گپ در آن که وقتی که طبیبان و دانشمندان فهمیدند که این دارو خیلی آدم را وابسته می‌کند، استفاده از آن را منع کردند. این روزها هم اگر کسی جرأت داشته باشد و این ماده را تولید کند، پس حتما به زندان می‌افتد. شما فکر کنید که سالهای پیش به جای استفاده از داروهای بی درد کننده، مردم از گرائین استفاده می‌کردند تا درد سر خود را گم کنند. اما آن زمان وضعیت طوری بود که داروخانه‌ها به اجازه دکتر هم به دست بیماران گرائین می‌دادند و این خیلی وحشتناک است. فقط خدا می‌داند که آن زمان چندین آدمان به خاطر استفاده از گرائین و پریدازیروف کردنشان از دنیا گذشته بودند. بیماری استریکا. بیماری استریکا یک بیماری فیزیکی و روانی به حساب می رود که در آن سبب هیجان‌های بلندی بیمار می شود. اما زمانهای پیش از سببی که طبیبان درباره این بیماری معلوماتی زیاد نداشتند، با زنهایی که به این بیماری گرفتار می شدند طبابت عجیبی می گذراندند. طبیبان به این زنها می گفتند که با ارضا شدن جنسی می توانند عصب خود را آرام کنند. اما در زمان حاضر ما می دانیم که این کار سبب درمان استریکا نمی شود و شاید طبیبان آن زمان در این باره معلومات نداشتند. درویشی باغ. درویش باغ به آدمان میگفتند که در کلبه‌های خردککی که در زمین‌های آدمان پولدار قرار داشت زندگی می‌کردند. این درویش‌ها در قرن‌های 18 تا 19 زندگی می‌کردند و آنها با این مردانی ثروتمند مصلحت کرده کارهای خانه آنها را می‌کردند و در این کلبه‌ها رایگان زندگی می‌کردند. یکی از عجیب‌ترین کارهایی که آنها می‌کردند این بود که در ساعت‌های مشخص در روز آنها از کلبه‌هایشان می‌برآمدند و در بین راه می‌ایستادند تا راهگذران آنها را تماشا کنند. این عملی آنها به همان باغ وحش انسانی شباهت زیادی دارد. این درویش‌ها در یک روز چند مرتبه بعد از کلبه‌هایشان برآمده خود را به نمایش می‌گذاشتند و دیگر ساعت‌ها آنها در درون کلبه تنها زندگی می‌کردند. خوشبختانه سالهای 1915 این کار منع کرده شد و دیگر ثروتمندان نمی‌توانستند درویش‌ها را برای این به کار گیرند.
قفس کودکان. بله درست شنیده. در زمان پیش آدمان کودکان خود را در قفس نگاه می داشتند. البته مشکل اصلی در قفس نبود بلکه در جایی بود که قفس را آنجا آویزان می کردند. این قفس برای عائله های ساخته می شد که خانه های خرد داشتند. آنها کودکانشان را در درون قفس گذاشته از تیرزه آویزان می کردند و در این حالت کودک چند متر از زمین بلند در درون قفس بازی می کرد. جالب است که طبیبان هم طرفدار این کار بودند و می گفتند که کودکان در زیر نور آفتاب قرار گرفته ویتامین D را به خود جذب می‌کنند. هرچند که خطر افتادن کودکان به زمین زیاد بود اما آن زمان به این چیزها زیاد اهمیت نمی‌دادند و قرار دادن کودکان در درون این قفس‌ها برای آنها یک فخر به حساب می‌آمد. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. با فکر شما کدام یک از این موضوعها جالب تر بود؟ نظرات خود را در کامنتاری برای ما نویسید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید.